حالا با هم بریم طبقه بالای طبقه دوم فرودگاه داخلی دهلی رو ببینیم که شامل همه جور فودکورت ها هستش. ببینیم که تو هند چه برندهایی به اصطلاح از مواد غذایی هستش. حالا من از بالام یه ویدیویی میگیرم که ویوی بالای فرودگاه هستش که به اصطلاح یه فرودگاه یه جورایی خیلی کوچیکشه. خب از اینجا که شروع کنیم، یکی از برندایی که هست KFC معروفه که من خودم عاشق مرغای کنتاکیشم. بعد دومینوزه که پیتزا داره، سابوی، مکدونالد که عرض کنم مکدونالد هم غذاهاش و قیمتش مناسبه و هم اینکه کوچیک و به صرف است به اصطلاح. این سابوی هست. به سابوی یعنی خودت میای ساندویجا رو انتخاب میکنی که توش چی بذارن، چون که اوردر آنلاینه. مکدونالد کلا اوردراش آنلاینه و بعد میای و اینجا تحویل میگیری. بعد اینم پاپا روتیه، یعنی روتی تو هند یعنی یه جوری نون هستش، یه جوری نون هستش و به اصطلاح اینجا انواع نونا رو دارن میفروشن. یه اون سمت هم استارباکس هست، تام هورز هست، تاکو بل هست که اینم ساندویچش خیلی خوشمزه است. بیشتر برندها رو داره دیگه. اینم یه غذای هندیه که بیشتر بریانی ها رو داره. اینم غذای چینیه که غذای چینی داره. پاپ آیزه که بیشتر شبیه همون KFCه که انواع مرغای سوخاری و برگرای مرغ داره. اینم غذای گوجراتیه، یعنی یک استیت یا محله‌ایه که بهش میگن غذای گوجراتی، مثل ما که ما میگیم غذای گیلانی، غذای ترکی. اینم غذای گوجراتی هستش. این بخش هم غذای راجستانی داره که جا غذاها رو چیدن که مثلا شامل چیا هست، برنج و نمیدونم نونای روتی و اینا. اینم که قسمت کافیتونیو هست که انواع شیرینیاشو داره. حالا خیلی بزرگه دیگه. الان این دور سالن و تا اون سمت هم بریم همه این برندها هست. اینم که استارباکس معروفه که قهوه ها و اصطلاح کیک و شیرینیاش معروفه. بریم ببینیم چی داره. این ساندویجاشه، اینم که شیرینیجات و اینم دسرشه. البته من خودم چون تازه یوتیوب شروع کردم، شد مثل خیلی ها دیگه حرفه‌ای نباشم. امیدوارم که بیننده عزیز و فالوورای عزیزم اذیت نشن. یه مقدارش هم انگلیسی میگم برای فالوورایی که فارسی نمیدونن. Here is Delhi local airport and I am recording some shooting the video for my followers about this airport. The first floor is all gates and the waiting places. The opposite is just food court and all kind of brands are there, and you can select you want sweet, you want chapati, you want
sandwich, KFC, burger, whatever. It's all famous brand. All the words is available here, and which you can see the airport is very clean and is so much nice. I like this, and I like the vibe of the airport. Thank you so much for attention and look my video.